سلام عرض ادب. برای اینکه گردش انرژی، گردش خون مناسبی داشته باشیم، طب چینی دو تا نقطه کلیدی به ما معرفی میکنه. یکی از این نقاط نقطه LI4 روی دسته، دومی لیور 3 که روی پا قرار داره، که به صورت ضربدری اگه اینا رو ماساژ بدیم گردش چیه بسیار مناسب، گردش جریان خون خوبی خواهیم داشت. برای خانم ها از دست راست پای چپ و برای آقایون دست چپ پای راست استفاده میکنیم، یعنی به صورت ضربدری این نقطه رو ماساژ میدیم. به این نقاط میگن 4 دروازه، که به خاطر اینکه نقاطی هستن که علاوه بر اینکه خودشون تک به تک خاصیت خوبی دارن، مثل LI4 که برای گرفتگی عضلات، اسپاسم، سردرد، و لیور 3 که برای مشکلات قاعدگی بانوان و مشکلات چشم و کبد استفاده میشه، بسیار مفیدن برای گردش چی و انرژی توی بدن. متشکرم.